السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خود را به کل مردمی که ما را تماشا دارن میرسونیم. باوری کامل دارم که همت سلامتی کتون خوبه تینجا ان شاء الله. امروز خبرهایی که هست که شما میگفتین که سه نو نرخ و وقت کاری ان شاء الله وقت کاری ما روز میگیم که وقت کاری ما روز دوشنبه تا پنجشنبه روز کاریمون ساعت کاریمون 8 سر میشه تا 5 6 هفته قبول کردیم. آگاه باشین که برادرها که بسد روز جمعه روز شنبه بازار ندین که ما کار نمیکنیم سرگردون نشیم. بسیار هستن که برادرها که راههای دور میبینن چه گفتنیم که التماس آمدیم به حضور بیاین. کسی که پیش ما میبینه خیلی به حضور بیاین، نه خیلی سراسیمه ابیو که ما درش که ما باید ابران. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته به سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن می باشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برم اینجا جای کاری سراسیمگی نیست. التماس مرا درست بفهمید. با چی گفتنم که بچه‌ها کسی که پیش ما اومدن شفا جانب الله های ما یگان کسی خیلی گارانتی بده. آخه سوالش یک ما چیکاره من یک مساج یک کستاپراف من 10 سال چیکار کردم یگان وقت نگفتن که من زورم ما تارا ما خیلی ما در دستم کورچا ندارم که تگ ندارم که من ببرم گریجا تا بگیرم تو اسپارتوم پگاش راه بگردی بره او گریجا را مگرم چیکو کار نکنه تو دادن نکنه اسکار نکنه گریجا را او کار نکنه شاید گریجا تو در 6 ماه او شاید در 3 ماه شاید در 1 ماه شاید در 1 ساعت او شود گریجا ای تو ای خدوان که امر نشود چه شفا نمیبیایی. اخوان که امر شد شفا میایی. بعضش سر شده. فلانی خیش دارم رفت دروغه سوز نشده. تو میدونی که فلانی چی بیمار بود پیش ما اومد. امروز خودش ما چند ساعت 12 شده. ساعت 8 تا ساعت 12 کار کردن. ما 6-7 نفره پریمین 6-7 نفره ما کسایی که بودن بیماری که بودن که گیمانگیون بودن او را ممکن نیست زدن. وقتی ما او را قبول نمیکنیم او میرن چیکار میکنن نسبت ما میگن که ای باید دکترم نبوده باید دروغ بوده آخه ما با فایده خودتون گفتیم. وقتی ما شما را اگر قبول کنیم بزنیم میان شما میشکنه استمرا مایده میشوه. بعد دو وقت چیکار میکنین بعد کشتل ما را میگیریم بعد پشت در ما را میگیریم برای باید در کار نیست. کسی که امرتی نداره بیا ما اونجا امرتیش می‌بینیم. امرتی داری تو 6 ماه نگه می‌داریم چی باشه میزنیم نباشه نمیزنیم. این هم خیلی جوه. بعد بعضی گریجاتون کلون شده به حد ایجاد باور که همین گریج کلون هم که یگم آدم نمی‌بینه که گریجش مایده باشه همه گریجو کلون شده او گریج کلون چیکار کنه وقت در کنه مدام کم یک ماه وقت در کنه در یک ماه 3 بار ما او را بگیریم که به چیزش او شوه. باید چه دیگه گفتنیم کسی که گریج داره برین گرمی شده یگم هاوس برین یگم اوی که خنک نباشه یخ نباشه رنگ دریای کفرمون مورد شمن کوری او بازی کنی به حد فایده خوب داره. گرمی نکنیم برای گریجا گرمی نکنین. یک چیز دیگه فراموش نکنیم بگیم بچه‌ها کسی که گیمانگیوم داره کوستیپیکلوز داره التماس مود مراجعه نکنین ما بیماری ما نیست. الحمدلله نخیر که ما وحدت شدیم. خدا را شکر برادرایی که هستن که ما را میفهمند. خدا را شکر کار رفته است. خیر میگیم شون که خیلی روسیگا در توصیه ما روزیان در کار ما روزیان الحمدلله. مقصدش خیلی که بعضیش که گریجش که کلونه صبر که ندارن خداوند او را صبر بده. چی گفتنیم که دعاگو باشه ما ان شاء الله ما خیر که چند زور است ما چند دست میرسه اگه خدمت کرده سه خیر خداوند نگهبان باشه باقی در خانه خدا خداوند